کتاب سرچشمه دریای عقل و روشنگر راه زندگی انسان است. درود بینندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه انیس کنج تنهایی مهمان خاندان شماست. و این لحظه ما صحبتی داریم با یکی از اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، ریحانه رسولووا. درود با شما ریحانه. سلام. شما رو با برنامه خوش آمدید میگویم. تشکر. بیایید سر اول خود را خوبتر معرفی کنید. رسولووا ریحانه هستم، خواننده صنف هفت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 39 ناحیه رودکی و اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامیناسیون ادبیات خواندن و اجرا کردن آثار شفاهی. خب ریحانه بگویید که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است طولی چند سال است که شما اشتراک میکنید و از روی کدام نامینه در این آزمون اشتراک میورزید؟ من طولی 3 سال می شود که از روی نامیناسیون خواندن و اجرا کردن آثار شفاهی در این آزمون اشتراک می‌ورزم. من تا دور جمهوریوی آزمون راحت یافتم، اما در این دور سزاوار جای نمایان نگشتم. یعنی شما در سال سیوم یعنی سال 2023 در دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است شرکت ورزیدید، ولی متاسفانه سزاوار جای نمایان نگشتید. همین خیر؟ همین. پس شما حالا که سال 2024 است، شما در این آزمون اشتراک نموده ایستادید؟ ولی من برای از دوره مؤسسوی مکتبمون جای یکم رو اشغال نمودم و به دوره دیگر آزمون تیاری جدید ایستادم تا سزاوار جای کردم. آفرین. یعنی امسال سعی و تلاش زیاد نموده ایستادید تا در دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است سزاوار جای نمایان گردید. همینطور است و تیاری من خیلی جدی میباشد. پس من این حال میخواستم از زبان شما یک افسانه جالب شنوم، زیرا شما نفری هستید که از روی نامیناسیون خواندن و اجرا کردن آثار ادیبان شفاهی در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک مینمایید. بود نبود، خروسک بود. روز خروسک در سایه درخت دان میخورد و ناگهان از پیشش یک روباه برآمد. روباه به او گفت: های خروسک دوستی درینم، چی کار کرده ایستاده؟ خروسک گفت: من و تو باز از کی باز دوستی درینیم؟ روباه گفت: تو مگر نشنیده ای دیروز در جنگل شاه حیوانات مجلس برپا نمود که میتواند هر یک حیوان با همدیگر دوست باشد، روباه با خروس، گربه با سگ و این چنین حیوانات دیگر. خروسک گفت: وای وای روباه نگاه، از دور 3 سگ چنان کلانی بد هیبت نمودار میشوند که به سوی ما مینمایند. انا دوستان نوی ما. روباه چنان راه گریز را پیش گرفت که خروسک خندیده گفت: مگر نگفتی در جنگل همه حیوانات میتوانند با هم دوست باشند؟ روباه گفت: حالا آنها نشنیدند چی؟ بله، یعنی که خروس خیلی زیرکی کرد و از چنگال روباه به همین وسیله خود را رها نمود. بله درست است، واقعا هم روباه حیوانی هیله‌گر است و میتواند که با حیله و نیرنگ خود هر گونه حیوانات ها را به دام خود افکنده آنها را بخورد. ریحانه، چون شما اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب هستین، واقعا هم فکر میکنم که همه آن نفرانی که ما و شما را این لحظه تماشا دارند میخوان که از زبان شما یک شعر جالب شنوند. پس برایشان یک شعر بهترین خود را قرائت کنید. شعر از میرزا ترسونزاده. بهار آمد، سی عمرم باز 1 سال دیگر بگذشت. تمام زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت. به مثل گوشت و ناخن همیشه با وطن بودم، اگرچه نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت. وطن در هر کجا آمد به سر فارم هوای تو، من از آن سوی اقیانوس بشنیدم صدای تو. اگرچه بین ما طوفان و موج بحرها بودند، ولی آمد به گوش من صدای رودهای تو. با وقتی بازگشتن چون رسیدم بر حدودت من، زی سر تا پا شدم مفتون و شیدای نمودت من. نشستم بر زمین تو، پریدم بر فضای تو، به آوازی درودت من، به آهنگ سرودت من.
اگرچه بارها افتادم از یار و دیارم دور و سیاحی مرا کردند گرچه دوستان مشهور ولی من در همه جا در همه کنج و کنار دهر همیشه با وطن بودم همیشه با وطن مسرور. آفرین، احسن، واقعا هم قرائتی خیلی عالی. و ریحانه بگوید که شما از روی این نامینه چقدر شعرها میدونید؟ من 400 شعر و 20 داستان که همه آنها در یک جایگی 10,050 مصرع را تشکیل می‌دهند. 500 کتاب خواندم که 100 تای آنها را افسانه های خلق تاجیک، 50 تایشان را افسانه های خلق جهان و باقی مانده آنها حکایه ها، پوست ها، رمان ها از ادیبان کلاسیک معاصر و این چنین ادبیات بچگانه می باشند. آفرین به شما. آیا کتابخوانی برای شما مشکل نیست؟ نه، من هرچند کتاب میخوانم بسیارتر ذهن من باز می شود. هنگامی که کتاب میخوانم گویا در عالم سیر نموده ایستادم. کتاب خیلی خواندنش شوق‌آور است. کتاب برای من به مثل آینه میماند که من میتوانم هرگاه که خواهم خود را در آن بینم. واقعا هم هر نفری که کتاب میخواند خود را در همان عالمی که در کتاب آورده شده است تصور کرده میتواند و البته انسان را کتاب کامل میسازد، دانشش را البته کامل میسازد و باید که هر یک انسان بیشتر کتاب بخواند. خب بگوید که شما از سن چند سالگی با کتابخوانی مشغول شدید؟ من از سن 5 سالگی خود با کتابخوانی مشغول بودم و از این سبب پدرم مرا از سن 6 سالگی به مکتب گذاشتند. من خیلی با کتاب‌های زیاد می‌خواندم و اولین کتابی که پدرم به من از عالم کتاب خریدند این کتاب شعرها در وصف پدر بودند. من بسیاری این شعرهای این کتاب را از بر نمودم و پدرم باز من را به کتابخانه ها می بردن یا به عالم کتاب ها. من از آنجا کتاب های بسیار را گرفته می خواندم و کتابخانه برایم خیلی شوق‌آور بودند و من تا این دم کتاب خوانده ایستادم. آفرین به شما. یعنی که در حیات معنوی شما پدر عزیزتان سهم ارزنده خویش را دارد و اولین کتابی که برای شما اهدا کرده بودند این کتابی بود که مجموعه شعرها در وصف پدر بود. همین طور. پس این لحظه فکر میکنم که پدر ارجمند شما ما و شما رو با یک شوق و ذوق تماشا کرده ایستادند. بیاید بهرشان چند تا شعر اهدا کنید. ای پدر جان، خاک پایت میشوم، در پیرانسالی من عصایت میشوم، در همه دار و ندار زندگی روی حولی کفش پایت میشوم. به چشم مرحمت بنگر پدر را، اگر خواهی که در سوز خطر را، و پندی قند او بر زندگی را، نمی یابی دیگر شیر و شکر را. دو چشمی روشنش دارد شراره، شراری تازه شمس و قمر را. کجا نازد پدر اثنای پیری، نبیند ننگ و ناموس پسر را. نگاهی تیز فرزندان برایش، بماند تیزی نوگ تبر را. و چشمی مرحمت بنگر پدر را، بیابی دولت و گنج و ثمر را. الا پدر جان، آسوده باشد، چون شمس تابان در خنده باشد. در کار خانه یاوری مادر، در سایه من دادر و خواهر. هر کی بگوید فرزندی انور، مثل خودی او زور و توانگر. آفرین ریحانه، احسن به شما. بله پدر عزیز، ببینید که فرزند شما برایتان البته چند تا شعر اهدا کردند و سپاس با شما که فرزند عزیز خود را در روحیه وطن دوستی، در روحیه خودشناسی و خودآگاهی تربیت نموده ایستاده اید. و ریحانه، من باوری کامل دارم که مادر عزیز نیز ما و شما را تماشا کرده ایستادند. پس در برابر آنی که برای پدرتان شعرها قرائت کردید، البته باید برای مادر عزیزتان نیز شعر خوانید. علی مادر، شاه بیت اندر کتاب زندگی است. بهترین حرف و کلام اندر حساب زندگی است. لحن شیرینش به گوشم میرسد فورا مدام. روح افزا نور چشمان او سراب زندگی است. گر یکی اندر بر مادر شود مرگ بزرگ، دیگری محروم مادر
дар итоби зиндагист. гар яке ҷӯёи ганҷ гардад ба ақсои ҷаҳон, аз куҷо донад ки модар дори ноёби зиндагист. кас надида беҳтар аз модар ба дунё дигаре, равшани бахши ҳаёт ӯ офтоби зиндагист. фаришта дар замин ҳасти ту модар, бароям беҳтарин ҳасти ту модар. саропо меҳри оламгир дорӣ, ҷаҳонро хуштарин ҳасти ту модар. ҳама гӯянд ҳаст модар фаришта, худо аз меҳр ба даҳр модар сиришта. кушои шаҳкитоби зиндагонӣ, нахуст бо хатти зар модар навишта. آفرین احسن با شما. واقعا هم قرائتی خیلی عالی. در حقیقت در وصف مادران ما اگر ساعتها شعرها قرائت کنیم آن هم کم است، زیرا مهر و محبت مادران عزیز خیلی زیاد است و فرزندان رو خیلی زیاد دوست می‌دارند. اگر 10 فرزند داشته باشند همگی رو خیلی زیاد دوست می‌دارند. و ریحانه واقعا هم کتاب در حیات انسان یک موقع، یک جایگاه مخصوصی دارد. و بگویید که در حیات معنوی شما کتاب چی نقشی دارد؟ کتاب در حیات معنوی من این خود یک کلیدی است که در هر مشکلی را میتوانی کشایی. کتاب سرچشمه دریای عقل، مخزن فرهنگ ملی، خواسته، آینه حیات و کلید در گنج سخن است. بیهوده نگفته اند دانش از علم است، علم از کتاب، بهر علم آموختن وین ناشتاب. آفرین. در حقیقت هم هر نفری که پیوسته کتاب میخواند سخنرانی اون نفر دیگر است، یعنی عقل و فراست و دانش اون نفر دیگر است، زیرا کتاب میتواند که خزینه لغوی ما را بازسازد و برای ما البته غذای معنوی پیشنهاد کند. و البته امروز هستند نفرانی که در سن و سال شما هستند البته به کتابخوانی توجه ندارند و با آنها چی گفتنی هستید شما؟ چی طور باید آنها کتابخوان شوند؟ ما در سن خردی اول با یک بازیچه خیلی خرد بازی میکنیم و بعدا ما میتوانیم هر قدری که ما بزرگ شویم بسیارتر با بازیچه های کلان با رفیقان دیگرمان بازی کرده میتوانیم. اگر ما از یک شعر خردکه که 4 مصرع آغاز نمایم خواندن را، این 4 مصرع میتواند 10 مصرع شود، زیادتر و زیادتر شود. برای همین با آنها توصیه میدهم بسیارتر کتاب خوانند، کتاب دوست شوند، با کتاب و کتابخوانی روی آورند. چنانه که شاعر بزرگ فارس و تاجیک عبدالرحمن جامی گفته ام خوشتر زی کتاب در جهان یاری نیست، در غم کده زمان غمخواری نیست، هر لحظه از او به گوشه تنهایی 100 راحتی هست و هرگز آزاری نیست. بله درست. آفرین به شما. ریحانه، شما همچون یک نسل جوان هستید. امروز در فضای صلح و ثبات و آرامی وطن عزیزمان عمر به سر میبرید. خوب در وصف وطن، در وصف تاجیکستان عزیزمان، تاجیکستان صاحب استقلالمان شعرها میدونید؟ وطن ای مادری از طاقتی تحقیر خسته، وطن ای شهچناری از شمال جهل بشکسته، زی بعدی 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسد، فریاد خواهم کرد وطن با نام تو، با ننگ تو، با عشق مجروح نبرد تو و جای عاشقان غرمرگ و شیرمرد تو، بینای شهرت و شان تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. بوی بهشت آید از گلشن دوشنبه، از باد مشک بیزی پیرامن دوشنبه، ماند به خانه گل در چشم گل پرستان، نقشی چکن گرفته پیراهن دوشنبه. در شب چی می توان دید؟ از شب چراغ کوچه مهتاب خیمه دارد در دامن دوشنبه، چون قله سر کشیده هر خانه بلندش، خورشید می دمد صبح از روزن دوشنبه. برداشت بام افلاک این شهرستان پرچم، با ونزین همیشه مرد و زن دوشنبه.
دیواری پایدارش گردید شهریارش با رستم است امین جان و تن دوشنبه این تاج تاجیکستان این کاخ فضل و عرفان دلهای عاشق ما شد میهن دوشنبه. آفرین ریحانه، اصلا با شما قرائتتان خیلی خوب. ریحانه، در واقع هر نفری که از روی نامیناسیون خواندن و از یاد کردن آثار شفاهی در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک می‌نماید، باید که در برابر این اثرها باید که از ادبیات کلاسیکی و از ادبیات معاصر و حتی از ادبیات جهان برخوردار باشد. شما آیا از ادبیات کلاسیکی غزل‌ها می‌دانید؟ بله، غزل از ابو عبدالله رودکی. چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت. این تیغ نه از بهر ستمگاران کردند، انگور نه از بهر نبیذ است بچرخشت. عیسی بره دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کی را کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتنی کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. آفرین به شما ریحانه بانو. ریحانه، بگویید که شما در آینده چی نقشه ها دارید؟ من حالا در صنف هفتم میخونم و در آینده نقشه های خیلی زیاد دارم. میخواهم در آزمون های دیگر چون مثل آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک کردم. همراه آموزگارانم و والدینم تا قله های بلند رسم و بعد از ختم مؤسسه میخواهم به دانشگاه دولتی به نام ابو علی ابن سینا داخل شوم. یعنی شما در آینده طبیب شدن میخواهید؟ بله، من از حالا کسبم را انتخاب کردم و آرزو دارم که این رویای من عملی گردد. آفرین به شما. یعنی شما مادامی که کسب طبیبی را انتخاب کردید، پس چرا اینقدر تلاش دارید تا در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک ورزید؟ هر یک شخص ادبیات خود را، تاریخ خود را خیلی دوست می‌دارد. بسیار آدمانی هستند که به فن تاریخ علاقه‌مند هستند تا از تاریخ باستانی گذشتگان خود بهره‌ور شوند. من اینچنین خواستم از ادبیات باستانی خلق خودم بهره‌ور شوم و این همه کتاب‌های خوانده من بی‌فایده نیستند. من از خوانده‌های خود پشیمان نیستم، زیرا در طبیبی نیز عقل و سواد، هوش، زیرکی خیلی مهم است. آدمان با کتابخوانی هم می‌توانند کار خود را، مبلغ خود را به دست آورند و آدمانی هستند که به کارهای بیهوده مشغول می شوند و عمر خود را صرف کرده در آینده شخص خوب شده نمی توانند. درست میگوید. البته واقعا هم کتاب خواندن خیلی خوب است البته، و شما که در آینده طبیب میشوید باید که همان ادبیات هایی که برای کسب طبیبی لازم است باید شما همون ها رو مطالعه کنید. من حالا صنف 7 هستم و باقی مانده تحصیل من حالا ادامه دارند. شاید در آینده فکر و عقیده های من دیگر شوند و من اینچنین به فن های دقیق طبیعی ریاضی مشغول شوم و در آینده طبیب شوم و به خلق خود را دستگیری نمایم و هر قدر فایده خود را به خلق رسانم. آفرین به شما. خب ریحانه، بگویید که در یک شبانه روز چقدر وقتتان رو با کتابخوانی میبخشید؟ من از ساعت 7 بگاه تا ساعت 10-11 کتاب میخوانم. اینچنین صبح از ساعت 4 تا 6 کتاب مطالعه مینمایم و اینچنین باقی مانده وقت خود را در کتابخانه مؤسسه‌ام صرف مینمایم و همراه والدینم گاه همراه آموزگاران به کتابخانه ها میروم و کتاب ها و شعرهای بسیاری را مطالعه نموده از بر می نمایم. آفرین به شما. یعنی از اینجا برمیاد که شما اکثر وقت خود را با کتابخوانی میبخشید. بله. خب ریحانه، بیاید در آخر برنامه به همه آن عزیزانی که ما و شما را تماشا دارند یک شعر دوست داشته خود را قرائت کنید. شعر به نام نیکت آموزگار دارم، در انجمن به دستت چون تحفه سپارم. بهر سپاس و خاطر دستت همی فشارم، منت پذیرم از تو دایم به روزگارم. زین رو بزرگ هستی مثل پدر معلم، در عالم معانی همراه بر معلم. تقدیر نسل ملت بر ذمه تو بار است، زین بیشتر به دنیا
دیگر چه اعتبار است؟ آموزگار آنگه ممنون و بختیار است. شاگردی با وفایش بر خلق اعتبار است. زین رو بزرگ کسی مثل پدر معلم، در عالم معانی همراه بر معلم. تشکر ریحانه در آخر برنامه با همه اون نفرانی که ما و شما رو تماشا دارن چی مصلحت چی گفتنی دارید؟ در چنین برنامه ها اومده اشتراک ورزند، دانش خود را سیقل دهند، این چنین مکمل سازند و به آزمون ها المپیاده ها که در سالهای جاری گذشته ایستادند اشتراک ورزند، بیشتر کتاب خوانند، کتاب دوست شوند، به کتاب و کتابخوانی روی آورند. هر قدر که کتاب خوانند فایده هست و ضرر نیست. بله درست است. واقعا هم بینندگان عزیز هر نفری که در برنامه ما اشتراک می نماید البته توصیه می دهد که پیوسته کتاب بخوانید. از اینجا برمیآید که آنها از کتابخوانی به جای رسیدن و دانش خود را البته مکمل کردند. ریحانه بار دیگر شما را با برنامه خوش آمدید میگیم. تشکر. با شما در آینده موفقیت و کامیابی تمنا داریم. تشکر زیاد. تماشابینان عزتمند یادرس می‌شویم که قهرمان برنامه ما بودند ریحانه رسولова اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است. ما در اینجا می‌رسیم به فرجام برنامه انیس کنج تنهایی. تا برنامه‌های دیگر شاد و مسرور بمانید و اگر شما نیز می‌خواهید در این برنامه اشتراک نمایید پس با رقم‌های زیرین تماس گیرید 881 81 39 39. ما شما را انتظاریم. خیر.